این پلی دارای اهمیتی بین المللی 2 سال باز نیمه ویران است. در فضای رودخانه یخس و در شاهراهی واسع کلابخورو هر سال خبرنگاران در نشست‌های خبری مسئله تعمیر آن را مطرح می‌کنند. مقامات هم وعده می‌دهد که پل به زودی بازسازی می‌شود. 1 سال پیش قربان حکمتلویف رهبر اداره راه‌های واسع گفته بود برای تعمیر آن پل ضروری جدا شده است. از این گفته 1 سال سپری شد. در اداره راه‌های منطقه کلاب گفتند امسال نقشه بازسازی پل را ندارند. مبلغ алоҳидае ки дар давоми соли 2025 барои таъмири пул ҷудо шуда бошад мо маълумоти пурра надорем ба мақсаде ки дар ин самт дар соли 2025 то ҳол тасдиқ шудагӣ нест. در اداره راه‌های واسع برعکس همان سخن پیشینه را تکرار میکنند. با گفته قربان حکمتلویف بانک جهانی برای بازسازی پل مبلغ اختصاص داده است. بر اساس طرح مذکور باید برای بازسازی پل‌های آسیب دیده ختلان از جمله یخسو 25 میلیون دلار خرج شود. ماه فوریه امسال هم در نشست خبری بازسازی پل دوباره مطرح شد. رهبران از بازسازی پل گفتند. در قسمت صدموی پل بتون‌های محافظتی گذاشته شده است. برای همین روهای ماشین‌ها با نوبت به یک قسمت پل و با احتیاط صورت می‌گیرد. پل در بالای دریای یخسو بزرگترین پلی واسع بوده سال 1958 ساخته شده است و یکی از مهمترین پل‌های تاجیکستان است که ماشین‌های زیاد از آن به جنوب کشور و تا به چین رفته می‌رسند.